الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآية. صدق الله العظیم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما راضی باشه. پروردگار عالم بر همه ما توفیق عبادت و بندگی را عنایت بفرماید. بحث امروزی ما ارتباط به عاقلان دنیا، عاقلان عالم، هوشیاران دنیا یا هوشیاران عالم، فرزانگان عالم، اینها چی کسانی هستند؟ ما وقتی میگیم یک نفر هوشیار هست، یک نفر زیرک هست، یک نفر عاقل هست، حالا باید به کلام حمید و مجید پروردگار عالم رجوع داشته باشیم و ببینیم که عاقلان چی کسانی هستند. در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی عاقلان عالم، فرزانگان عالم، هوشیاران عالم برای ما معرفی میکنه. الله سبحانه و تعالی از آیه 19 در سوره رعد تا آیه 26 الله سبحانه و تعالی به این 7 آیه فرزانگان عالم و هوشیاران عالم و زیرکان و بالآخره عاقلان دنیا را به ما معرفی میکنه. نه تنها دنیا بلکه دنیا و آخرت. قبل از اینکه به این آیات سوره رعد اشاره کنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید: افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. چی خوبه که سیمای عاقلان و خردمندان و هوشیاران در بعضی آیات دیگه هم یک اشاره مختصری داشته باشیم و بعداً به ترجمه و تفسیر این 5 یا 6 یا 7 آیه سوره رعد بپردازیم. در بین جامعه همه ما دوست داریم جز عاقلان عالم باشیم، جز هوشیاران عالم باشیم. همه ما دوست داریم جز خردمندان باشیم که الله سبحانه و تعالی برای ما معرفی میکنه در آیات زیادی: انما یتذکر اولو الالباب. صاحبان خرد، صاحبان عقل، صاحبان دانش، اونهایی که چیز فهمن، آنهایی که الله سبحانه و تعالی اونها را صاحبان خرد گفته. پس به اینه که ما باید خود به این اوزان قرآن، به این مکتب قرآن یک مرتبه وقتی که ما داخل شدیم نگاه کنیم که ما از این مکتب درس عاقلانه و فرزانه و هوشیارانه گرفتیم یا نه هنوز به این صنف یا به این مکتب داخل نشدیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن بیش از 10 جا، یعنی قریب به 16 جا در قرآن فقط میگه اولی الالباب، صاحبان خرد، صاحبان دانش، هوشیاران، عاقلان. اینها چی کسانی هستند؟
قبل از این که به آیات 19 تا به 26 سوره رعد بپردازیم، اشاره مختصر سیمای این عاقلان و فرزانگان در آیات دیگر به طور خلاصه و فشرده اشاره میکنیم. اول این که الله سبحانه و تعالی وقتی میفرمایه ولکم فی القصاص حیات، بعدا میفرمایه یا اولی الالباب، یعنی راز احکام قرآن چی کسانی میفهمن و میدانن؟ در قرآن احکام زیادی آمده، احکام نماز هست، روزه هست، حج، جهاد، همه فقه خانواده، فقه صیام، فقه بالآخره، احکاماتی که در قرآن آمده. حالا راز احکام چی کسی میفهمه و میدانه؟ کسی که در تحت این آیه شامل میشه، کسی که خردمند هست، عاقل هست، کسی که هوشیار هست. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. نکته دوم، این عاقلان و فرزانگان آینده نگر هستند، یعنی تنها انسان نباید امروز را مد نظر داشته باشه، بله فکر فردای قیامت، فردای حشر، فردایی که میایه. به اینه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب. انسانهای فرزانه و عاقل توشه بر میدارن، اما میفهمن که بهترین توشه تقوا هست. در سفر حج وقتی که حجاج میرن همراه خود توشه دارن، همراه خود بالآخر چیزی که ضرورت بر میدارن. اما انسانهای عاقل، انسانهای فرزانه، انسانهای هوشیار، یعنی هوشیاران عالم، و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، و بعد میفرمایه واتقونی یا اولی الالباب. پس دانستیم که از جمله عاقلان و فرزانگان کسانی هستند که اونها آینده نگر هستند، به فکر آینده خود هستند. آینده چی وقت هست؟ بعضی انسانها برای یک جوان توصیه میکنه که پول خود کم مصرف کن، به فکر آینده خود باش، پول خود جمع کن، به فکر آینده خود باش، متوجه آینده خود باش. ما و شما فکر میکنیم آینده یعنی 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد. آینده چی وقته؟ اینهایی که ما فکر میکنیم که این پول رو نگاه داریم به آینده، این زندگیم ساخته بشه به خاطر آینده، اینها آینده نیست، اینها رونده هست. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، خلاص تمام. 100 سال قبل کسانی در روی زمین بودن که به فکر آینده بودن، بیخبر بودن که این آینده نیست، این رونده هست. اونها رفتن، ما آمدیم. ما که امروز فکر میکنیم به آینده خود، این آینده نیست، این رونده هست. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، انتهای 100 سال بعد، در این مسجد، در این مکان مردمان دیگری و نسل دیگری، و ما بالآخره میریم به طرف سرای جاویدان که الله حسن خاتمه نصیب همه ما و شما بگردانه و الله از ما و شما راضی باشه. پس بناهن از جمله عاقلان و فرزانگان و هوشیاران کسانی هستند که اونها آینده نگر هستند، به فکر آینده خود. یعنی چی؟ آینده چی وقت؟ دنیا آینده نداره، دنیا رونده هست. شما اگر به فکر 10 سال بعد خودم باشیم این رونده‌ایه، به فکر 20 سال بعد خود هم باشیم این رونده‌ایه. اینا رونده‌ایه، در حال رفتن هست. ما در یک موتر نشسته هستیم که در حال روان هست، بخواهیم و نخواهیم و بالآخره این دنیا تمام میشه. مثل برق موبایل چی استفاده کنیم، چی به کیسی ما باشه، او برق از او چارج شده میره. برادر اینترنت رو فعال میکنه، چند جی بی، مثلا 20 روزه، 1 روزه، 10 روزه، و بالآخره استفاده بکنه و نکنه اینترنت تمام میشه. 1 ماه اینترنت رو کسی فعال میکنه، بعد از 1 ماه اگر 1 روز هم استفاده نکرده باشه، 1 ساعت هم استفاده نکرده باشه، سر برج که رسید تمام میشه. چند جی بی که بود تمام شد. همه این مسائل دنیا هم همین هست، برفی. علما و بزرگان وقتی که والعصر ان الانسان لفی خسر تفسیر میکنن، میگن مثل یک توته برفی که در تابستان، برف شما در تابستان بگذاریم با آفتاب، هر قدر او تلاش بکنیم او در حال باز شدنه.
عمر انسان هم چنینه. بزرگان و موسفیدانی که اینجا نشسته هستن، اینها هم روزی 20 ساله و 15 ساله بودن، 30 ساله و 40 ساله هایی هم که اینجا نشسته هستن روزی 5 ساله بودن، و نوجوانانی هم که در اینجا که الله بزرگان و موسفیدان و جوانان ما حفظ بفرمایه، روزی می آیه که 60 ساله و 70 ساله و بالآخره. در اینه اگر یک موسفید 70 ساله هم استاده کنیم بگیم که چند روز در دنیا، میگه دیروز بود، فکر میکنم دیروز بود، نوجوانی بود و باز جوانی رسید و الان پیری رسیده، تمام میشه. چنین نیست که ما به یک مرتبه نوجوان باشیم و جوان باشیم و پیر باشیم. پس مهم اینه که ما به فکر آینده خود باشیم. عاقلان، هوشیاران، فرزانگان به فکر آینده خود هستند. آینده رم باید بدانیم که یعنی بهشت آینده ما و شما هست. روز قیامت، صحرای محشر، زیر سایه عرش پروردگار عالم، او آینده. ما باید به فکر آینده خود باشیم. هر کدام که میبینیم بگیم برادر عزیز به فکر آینده خود باش. یعنی چی؟ یعنی به فکر آخرت خود باش. دنیا آینده نیست، دنیا رونده هست و تمام میشه. خواجه انصار چی زیبا میفرمایند که در کودکی نیستی، چیزی نیستی، نمیفهمی و نمیدانی. وقتی که در طفولیت نیستی، هیچ چیزی نمیدانی، در نوجوانی هم و یا جوانی هم که مست و خرامان در روی زمین راه میری، خب در پیری هم که به حالت ضعف و پستی و اینها قرار میگیری، پس خدا را کی میپرستی؟ پس چی وقت ذات اقدس الهی پرستش میکنی؟ به اینه که ما در این دنیا آمدیم تا متوجه آینده خود باشیم. آینده ما یعنی آخرت، آینده ما یعنی بهشت، آینده ما. یک برادر حرکت میکنه از اینجا به طرف یک سفر میره، خب از اینجا میره به کابل، سفری و مقصد کابله. در مسیر راه همیشه به فکر اینه که چی وقت به مقصود برسه، چی وقت به اون سرمنزل مقصود. ما هم در این دنیا تمام تلاش ما، تمام زحمت ما باید به فکر چی باشه؟ به فکر این باشیم که آینده ما که آخرت، باید که آخرت ما خوب بشه. الله می فرمایه و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب. نکته دیگر، عاقلان و فرزانگان و هوشیاران. پس این جمله رو فهمیدیم که عاقل، هوشمند و هوشیار چی کسیه؟ که به فکر آینده خود باشه. آینده هم آخرت هست، دنیا هر چی که هست رونده و تمام میشه. نکته بعدی، انسانهای هوشمند و عاقل و هوشیار دنیا محل عبور و گذر میدانن. دنیا محل عبوره، از جای تیر شدن هست. کعابر السبیل، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند کعابر السبیل زندگی کنید. مثل که یک مسافر به سفر میره، در مسیر راه هیچ وقت سرمایه گذاری نمیکنه، در مسیر راه هیچ وقت به فکر این نیست که اینجا بمانه. در مسیر راه تمام هم و غمی که داره همان سرمنزل مقصودی که میرسه هست. کعابر السبیل مثل اینه که انسان رو به سفر که میره زیر یک درخت خواب میشه، لحظات استراحت میکنه، یا در مسیر راه یک هتلیه و بالآخر میره گلاس چای میخوره، استراحت موقتی داره، حرکت میکنه. این دنیا که عابر السبیل هست. انسانهای عاقل، انسانهای هوشیار این دنیا محل عبور و گذر میدانن، نه توقفگاه و مقصد. این جای توقف نیست، جای مقصد نیست که ما تمام هم و غم مایی باشه که همین خانه ما که جور بشه مجلل که شد. بعضی انسان ها چی میگه فلانی همین خانه برای خود جور کرد، همین میخواست که بره استراحت کنه از دنیا رفت، همین میخواست که بالآخر راحت بشه از دنیا رفت. نه برادر مسلمان، راحتی مسلمان در این دنیا نیست. یک خانه‌ای که اسمش باشه دارالحزن، خانه غم، خانه اندوه. در خانه غم جز غم دیگه چی پیدا میشه؟ در خانه اندوه دیگه جز اندوه و مصیبت دیگه چی پیدا میشه؟ این دنیا دارالحزن هست. سرای آخرت دارالحیوان گفته شده. هر انسانی که در این دنیا
که راحت بازم راحت نیست. هر انسانی که در این دنیا آسوده بازم آسوده نیست، غمی داره. همین هیچ غمی که نداشته باشه، همین یک غم که هست که مرگ به سراغش میآید. یک نفری بالاخره در قصر نشسته با تمام آرگاه و بارگاه و بالاخره پول و حکم و حشم و اینها، یک بار به یادش میآید که از این دنیا من میرم. چقدر غمه، چقدر مصیبته، چقدر انسان پریشان میشه. به اینه که انسانهای عاقل و انسانهای فرزانه، اولو الالباب، صاحبان خرد، چی کسانی هستند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اونهایی که به یاد الله یان، به ذکر الله یان، اگر نشسته یان به یاد الله، اگر به پهلو افتاده یان به یاد الله، سر میگذارن به یاد الله، بیدار میشن از خواب به یاد الله و به این فکرن که بار الها این دنیا تو عبس و بیهوده خلق نکردی پروردگارا. بعد میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینها بیهوده خلق نشده، روی یک مقصده، روی یک هدفه. هدف از این دنیا چیست؟ اینه که ما در این دنیا آخرت خود را آباد بکنیم. اینه که ما در این دنیا آبادی آخرت چیه؟ نمی که شما عزیزان از خانه های خود بیرون شدیم، طهارت کردیم، وضو کردیم، با ذکر و با دعا و با تسبیح به یاد الله و به ذکر الله آمدیم در خانه الله سبحانه و تعالی که الله را سجده کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما آمدیم که بهشت از آن خود بگردانیم. شما آمدیم که رضایت پروردگار عالم را از آن خود بگردانیم. به اینه که الله سبحانه و تعالی می فرمایه اینها اولو الالباب هستند، اینها هوشیاران هستند، اینها عاقلان و فرزانگان و اینها هستند. از جمله عاقلان و فرزانگان که گفتیم آیات دیگری که در قرآن غیر از آیات سوره رعد که بعداً تفسیر میکنیم، اینه که انسانهای عاقل از تاریخ درس میگیرن، از تاریخ عبرت میگیرن. الله سبحانه و تعالی میفرماید لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب. یک عالم داستان حضرت موسی بیان میکنه به خاطر چی؟ یک عالم دین، یک داعی به دعوتگر داستان فرعون و نمرود و اینها تاریخ که قرآن به ما بیان کرده. پس تاریخ خوبها را که میشنویم در راه خوبها روان بشیم، در راه صالحان روان بشیم. تاریخ انسانهای بدبخت و شقی که به گمراهی رفتن وقتی میشنویم باید خود را از کارهای اونها باز بداریم. انسانهای عاقل همین کارشان هست که از تاریخ درس میگیرن، از تاریخ عبرت میگیرن. و الله میفرماید لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب. نکته دیگر، گرچه نکات ارتباط به عاقلان و فرزانگان عالم زیاد هست، اینه که انسانهای عاقل اهل منطقن، همه سخنان رو میشنون، همه سخنان رو گوش میکنن، اما از بین سخنها همان بهترها و همان سخنانی که اونها بهتره و سخنانی که برتره اونها رو انتخاب میکنن. والله سبحانه وتعالى میفرماید الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. صاحبان خرد، عاقلان و فرزانگان عالم کسانی هستند که حرف را میشنوند، خوب گوش میکنن، خوب میشنوند، بعداً سخن نیکو انتخاب میکنن. الله سبحانه و تعالی به ما گوش داده تا بشنویم و عقل داده تا با او قضاوت بکنیم. به اینه که بعض انسانها هر چیزی که بشنوه فوراً به او عمل میکنه یا احساساتی میشه یا بالاخره در او راه میره. یا بعض انسانها میگن ما به حرف کدام فرد و کدام شخص بکنیم. نه، الله سبحانه و تعالی به تو عقل داده، به تو فکر داده، به تو دانش داده. الله سبحانه و تعالی بزرگترین نعمت که نعمت عقل. به اینه که الله میگه فرزانگان عالم، خردمندان عالم، هوشیاران عالم، صاحبان خرد کسانی هستند که سخن رو میشنون. شما امروز به مسجد آمدید، به نماز آمدید، صحبت رو میشنوید، گوش میکنید، بعد پیش خود فکر میکنید که این صحبت ها چگونه هست. اگر قرآنه که در این شکی نیست،
احادیث صحیحه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در او شکی نیست، اما وقت غیر از قرآن و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هر حرفی و هر سخنی که به میان میآیه، اینجا انسانهای عاقل، انسانهای هوشیار، انسانهای فرزانه ایر غور میکنن، بررسی میکنن. اگر آیه نیست، حدیث نیست، سخن غیر خدا و پیامبر هست، اینجا نیاز به غوره، نیاز به بررسیه، نیاز به تحقیقه. انسانهای عاقل و هوشیار و فرزانه این حرفها را سبک و سنگین میکنن. به این عزیزان و بزرگواران به طور خلاصه و فشرده این که انسانهای عاقل و هوشیار راز احکام را میفهمن، انسانهای عاقل و هوشیار آینده نگر هستند، انسانهای عاقل و هوشیار دنیا را محل عبور و گذر میدانند، انسانهای عاقل و هوشیار و فرزانه کسانی هستند که از تاریخ عبرت میگیرند، درس میگیرند، و انسانهای عاقل و فرزانه کسانی هستند که اهل منطقن، همه سخنان را میشنوند و بعداً با عقل سلیم خود بهتر و بالآخره برتر از اونها تشخیص میدن و انتخاب میکنن. حالا میاییم به آیاتی که گفتیم که این آیات رو تفسیر کنیم و این آیات مفصل مشرح به ما عاقلانر، به ما فرزانگانر، به ما معرفی میکنه، اهل خردر معرفی میکنه. یک انسان میره در یک پوهنتون تا ای که چی بشه؟ میگه فلان پوهنتون رو میخوانم تا لیسانس بگیرم، فلان پوهنتون میروم تا ماستری خود را بگیرم، در فلان پوهنتون میروم که دکترا و فوق دکترا و بالاخره این مدارک و اسناد و اینها را به دست بیاورم. یک بار ما هم قرآن را بگذاریم پیش روی خود، بگیم میخواهیم در مکتب قرآن، در پوهنتون قرآن، در دانشگاه قرآن میخواهیم شامل بشیم که از این مکتب عاقل و فرزانه و هوشیار بیرون بشیم. ما عاقل عالم بشیم، هوشیار عالم بشیم، ما بالاخره خردمند بشیم که الله سبحانه و تعالی ما را تایید بکنه و ما را تصدیق بکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره رعد از آیه 19 تا آیه 26 به این واسطه رقم آیات رو میگم که بعضی از عزیزان تفاسیری که به خانه دارن بردارن، نگاه کنن، ترجمه آیات رو نگاه کنن، به او تدبر و تفکر و غور و اینها داشته باشن. الله سبحانه و تعالی می فرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. افمن یعلم انما انزل، آیا آنهایی که یا آیا کسانی که به این باور رسیدن و میدانن که او چیزی که نازل شده به سوی تو ای از جانب پروردگار هست و ای حقه، آیا اینها و آنهایی که الله میفرمایه که من هو اعما، آنهایی که مثل نابیناین، یعنی کفار الله سبحانه و تعالی نابینا بیان میکنه، نابینایی که چشم نداره. نه، ما خیلی از کسانی داریم که از نعمت چشم محرومن، اما قلبنا، روحنا، رواننا از برکت ایمان و اسلام و قرآن روشنه. به اینه که الله سبحانه تعالی می فرمایه که آیا اونهایی که به قرآن و به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و به دین و به مسائل مؤمن بهی اینها ایمان دارن، با کفار اینها برابرن؟ هرگیز برابر نیستن. بار از این منبر اشاره شده که یک چوپانی که در دشت و کوه و بیابان در پشت گوسفندان و یا بالاخره حیواناتی که قرار داره که از گو و شتر و اینها چوپان هست، فقط و فقط میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، 5 وقت نماز خود را میخوانه، دیگه از مسائل دین هیچ آگاهی نداره. چوپانه، یک چوپانی که در دشت و کوه و بیابان چوپانی میکنه، یک غیر مسلمانی که در کشورهای اروپایی فیلسوفه، خود را بالاخره علامه زمان میدانه، از لحاظ دکترا و بالاخره فوق دکترا و تخصصات مختلف، به نزد الله کدام یک بیشتر ارزش داره؟
یک کافری که 40 سال عمر خود درس خوانده، تحقیق کرده و بالاخره فیلسوف جهان شده. الله سبحانه و تعالی میگه شما هیچ وقت او کافری که علامه زمان خود باشه در همون درس و تعلیمی که خوانده وقتی ایمان نداره، شما با یک مسلمان او مقایسه نکنید، او برابر نکنید. همان چوپان به نزد الله خیلی محبوبتر و با ارزشتره. پس این جایگاه چی شد؟ جایگاه ایمان شد که این شکر از این نعمت ما و شما چقدر باید به جا بیاوریم که الله سبحانه و تعالی در این آیه صریح و واضح بیان میکنه افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. یعنی خلاصه آیه اینه که آیا کافر و مسلمان برابرن؟ صاحبان خرد ایر میفهمن و میدانن که هیچ وقت کافر و مسلمان برابر نیست. بعضی انسانهای بدبخت پیدا میشه در بعضی جلسات و اینها مینشینه شروع میکنه از بعضی اعمال کفار تعریف و توصیف. کافر تعریف نداره، توصیف نداره. کافر کسیه که الله سبحانه و تعالی به چندین جای قرآن بیان کرده که کافر چیه؟ لا تتخذوا عدوی و عدوکم. الله میگه هم دشمن شما هست هم دشمن من هست. کفار دشمنان الله هستن، تعریف ندارن، توصیف ندارن. کافر نه فرهنگی و تعریف داره، نه سرزمینی و تعریف داره، نه بالاخره در کشوری که کافر در اونجا حاکمیت داره در اونجا تعریف و توصیفی نیست. به اینه آل همین را کی میفهمه که مقام مسلمان بالایه، جایگاه اهل ایمان بالایه؟ این را عاقلان میفهمن. انسان عاقل، انسان هوشیار. حالا انسانی که نمیفهمه خود نمیفهمه دیگه. الله سبحانه تعالی میفرمایه میگه انما یتذکر اولو الالباب. فقط و فقط این موضوع کسانی میفهمن که عاقلن. اگر در یک جای دیدیم که یک فردی تعریف کافر میکنه، تعریف کشور کافر میکنه، تعریف فرهنگ کافر میکنه، بفهمیم که این انسان عاقل نیست، این انسان دانا نیست، این انسان خردمند نیست، این انسان محروم شده از این نعمت عقل و بالاخره خرد و دانش و اینها. الله می فرمایه انما یتذکر اولو الالباب. حالا این اولو الالباب در این چند آیه پی در پی بیان میشه. خب این صاحبان خرد چی کسانی هستند؟ کسانی که حق را و عظمت پروردگار عالم اینها چه کار میکنن؟ درک میکنن. کسی که حق درک کرده، حق فهمیده، در مسیر حق روان شده و عظمت پروردگار عالم در وجودش و در فکرش و در ذهنش تجلی کرده، یعنی رب خود را شناخته، این انسان چیه؟ این انسان عاقل هست، جز عاقلانه، جز دانشمندانه، جز خردمندانه، جز هوشیارانه. بعدن الله سبحانه و تعالی یک این صفات رو بیان میکنه و الله سبحانه و تعالی میفرمایه الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ای خردمندان، ای عاقلان، ای فرزانگان کسانی هستند که الذين يوفون بعهد الله، کسانی هستند که با او عهدی که با الله بستن وفا میکنن. ما با الله سبحانه و تعالی عهد بسته کردیم که ای الله تو را عبادت میکنیم، ای الله تو را سجده میکنیم، ای الله امر تو را به جا میکنیم، ای الله نواهی تو را ترک میکنیم، ای الله با آنچه که تو دستور دادی با جان و دل عاشقانه میپذیریم، ای الله نماز میخوانیم به فرمان تو، روزه میگیریم به فرمان تو، به حج میریم به فرمان تو، زکات میدیم به فرمان تو، ای الله در جهاد و مبارزه حرکت میکنیم به فرمان تو. همه این مسائل کسانی که با الله چکار کردن؟ عهد و پیمان. ما با الله عهد و پیمان بسته کردیم. چی وقت؟ امروزم نه، 10 سال قبلم نه، 1000 سال قبلم نه، قبل از این که من و شما به دنیا بیاییم، در آن روزی که چی گفته شد؟ الستو بربکم، آیا پروردگار شما نیستم؟ همه ما چون از ذریه آدم هستیم و الله سبحانه و تعالی تمام ذریه آدم، نسل آدم و فرزندان آدم همه خلق کرد و گفت الستو بربکم،
آیا نیستم پروردگار شما؟ همه گفتیم قالوا بلا، چرا پروردگار ما هستی. و امروزه میبینیم که هر طفلی که به دنیا میآیه دارای ایمان فطریه. این ایمان فطری از کجا پیدا شده؟ از اون جایی که گفتیم بله تو پروردگار ما هستی، گوش به فرمان تو هستی، هر آنچه که تو بگی ما میپذیریم و قبول میکنیم. پس الذین یوفون، این وفا به عهد با چی؟ با پروردگار عالم. الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. عاقلان و خردمندان میثاق و عهد و پیمان خود را نمی شکنند. عهد و پیمانی که با الله بسته می کنیم و بسته کردیم، عهد و پیمانی که با بندگان الله بسته میشه. انسان باید به عهد خود وفا بکنه، عهد خود را، پیمان خود را انسان نشکنه. انسانهای عاقل، انسانهای فرزانه، انسانهای هوشیار این کسانی هستند که الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. وقت نماز که میشه باید به این فکر باشیم که این لحظیه که من با خدا عهد بسته کردم که باید الله را سجده بکنم. وقت رمضان که میایه با الله عهد بسته کردیم که ما روزه رمضان رو بگیریم. کسی که حج برای از او فرض میشه یک عهدی که با الله بسته کرده. چون ما با قرآن که کلام پروردگار عالم هست، وقتی ایمان به قرآن داریم، آنچه که داخل قرآن و آنچه که احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم به ما ارشاد می‌فرمایند باید با جان و دل و او هم عاشقانه و محبانه و بسیار به سر شوق و ذوق و به اینها باید ما بپذیریم و قبول بکنیم. منهیات هم عین شک. گناه وقتی میسر میشه، چی قماره، چی شرابه، چی زنایه، چی دروغه، چی غیبته، چی تهمته، چی بهتانه، هر گناهی که هست به مجردی که انسان میخواه مرتکب بشه به یادش بیایه که مکو از زمره عاقلان و فرزانگان و اینها قرار گرفتم و میخوام عاقل باشم، فرزانه باشم، هوشیار باشم. پس بناهن الله از اینها منع کرده و ما با الله عهد و پیمان بستم که باید به این منهیات و به این منکرات باید من نزدیک نشم. آیه بعدی الله اشاره میکنه و میفرمایه از جمله صفات عاقلان و هوشیاران اینه که والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. عاقلان دارای این صفاتن، هوشیاران دارای این صفاتن، کسانی که وصل میکنن بحث صله ارحامه به او چیزی که الله امر کرده. بعضی انسان ها چی میگه؟ 2 سال میشه که من به خانه خواهر خود نرفتم. یک انسان چی میگه؟ 4 سال میشه که بالاخره من از برادر خود خبر ندارم. یک کس دیگه میگه که چند سال میشه از مامای خود و کاکای خود، اینهایی که اقربا و خویشاوندان و اینهایی که صله ارحام، حتی بعضی شاید از پدر و مادر خود بیخبر باشن که الله سبحانه و تعالی دستور داده و امر کرده. بحث صله ارحام خیلی مسئله مهمیه که الله میفرمایه والذین یصلون ما امر الله به. این امر پروردگار عالم هست، این دستور الله هست. مسئله صله ارحام بله رفته نمیتوانی، ساده هست، زنگ بزن خبر بگیر و بالاخره از طریق تلفن خبر بگیر. موبایل ها هست، میتوانی بالاخره به یک لحظه از اونهایی که من یک وقت کسی را دیدم که میگفت 11 سال میشه که من به خانه برادر خونه رفتم. 11 سال میشه که اینها از همدیگر آزرده. اولی مسلمان نباید از مسلمان آزرده بشه، چی برسه به برادران بالاخره نسبی و تنی و بالاخره که از یک خون و از یک پدر و مادر و به اینها. الله سبحانه تعالی میگه که عاقلان کسانیان، هوشیاران کسانیان که صله ارحام را به جا میکنن. صله ارحام کسانی که به گردن ما حق دارن، پدر و مادر، گفتیم خواهر و برادر، عمه و خاله، اینها به گردن انسان حق داره. نه این که بالاخره یک نفر بره از خیلی اقربای دور خود بره خبر بگیره اما نزدیکان خود را فراموش بکنه. یا بعضی انسان ها پدر و مادرش محتاجن
او بره بالاخره به یک مدرسه حتی کمک بکنه. بله اجر و ثواب داره، تو برو به مدرسه کمک بکن، به دارالایتام کمک بکن، پل و پلچک و بالاخره کار ام المنفیر انجام بده، ولی حق اولیت پدر و مادر داره، حق اولیت اقربا و خویشاوندانه. چون وقت احسان رو نگاه میکنیم میگه و بالوالدین احسانا، هر احسانی که داری اول به پدر و مادر هست، به پدر و مادر هست. چند وقت قبل بعد یک مرتبه دیگه هم اشاره کرده باشم که یک برادر چنان مر عصبانی ساخت که فکر میکنم که شاید مثل همون روز دیگه هیچ وقت عصبانی نشده باشم. تماس میگیره که اگر من زکات خود را برای پدر یا مادر بدم میشه؟ زکات مادری که 9 ماه تو رو در بطن خود، مادری که بالاخره تمام دردها و رنجها رو متحمل و متقبل شده، حالا تو جوان شدی و بالاخره دست تو به یک جایگاه رسیده و صاحب چیزی شدی، این چگونه عقلیه که تو میایی سوال میکنی که من زکات مال خودم میتونم به پدر و مادر بدم؟ به راستی هم که بعض انسانها بدبخته، شقیه، از جمله بدبخترین انسانها چنین انسانهایی هستند که چنین سوالی در ذهن میآید. برو جان خود را فدای مادر خود کن، جان خود را فدای پدر کن و بالاخره دست اونها را صبح و شام ببوس که اونها 2 باب از بابهای بهشت هستند، 2 دروازه از دروازه های بهشت هستند. یکی از بزرگواران پدرش وقتی که فوت کرده بود، مادرش فوت کرده بود، زیاد گریه میکرد، بی‌طاقتی میکرد. کسی آمد برایش گفت که شما که عالم هستید، شما چرا بی‌طاقتی میکنید؟ چرا اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر بی‌صبری میکنید؟ گفت من چگونه بی‌صبری نکنم که دروازه از دروازه های بهشت بر روی من مسدود شده؟ چگونه من بی‌طاقتی نکنم؟ به اینه که بناهن بریم بالاخره از جمله عاقلان و فرزانگان عالم کسانی هستند که صله ارحام را به جا میکنن، خصوصا به بالاخص پدر و مادری که اینها 2 باب از بابهای بهشت هستند. الله سبحانه و تعالی والدینی که در قید حیاتن اونها را سایهشان را از سر اولادهایشان کم نکنه، اونهایی که از دنیا رفتن بار الله قبرشان را پروردگار روضه‌ای از روضه های بهشت بگردان. صفات فرزانگان عالم، عاقلان عالم اینه که الله سبحانه و تعالی می فرمایه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، و بعد می فرمایه و یخشون ربهم، اونهایی که خشیت الله، ترس الله در دل دارن، در هر جایی و در هر زمانی و در هر مکانی الله را مد نظر دارن و الله را حاضر و ناظر میدانن. و بعد می فرمایه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. فرزانگان و عاقلان فقط خشیت الله که در دل دارن، از الله میترسن، ترس دیگری هم دارن که روز قیامت از اونها چگونه حساب خواهد گرفت الله. انسانهای عاقل گفتیم به فکر آینده و او آخرت هستند. یخافون سوء الحساب، هر قدر که انسان مقامش بالا میره، هر قدر که به نزد الله قرب پیدا میکنه، همان قدر خشیت الهی، ترس الله سبحانه و تعالی در دلش بیشتر میشه. به اینه که خواجه انصار قدس الله سره العزیز با همه عباداتی که داشتن، با همه خشیتی که در دل داشتن، چی میگن؟ الهی اگر یک بار بگویید بنده من از عرش بگذرد خنده من، چقدر عجز، چقدر عاجزی، چقدر تواضع و چقدر خشیت و چقدر خوف در دل دارن. به اینه که الله سبحانه و تعالی این صفات فرزانگان و عاقلان رو بیان میکنه که و میفرمایه و یخشون ربهم. خشیت در دل خیلی مهمه عزیزان من. ترس الله در دل وقت پیدا شد، خشیت الله در دل پیدا شد، انسان میشه از جمله عاقلان و فرزانگان و هوشیاران عالم. و بعد میفرمایه والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. این عاقلان و این هوشیاران در مقابل همه سختی ها صبورن، صبر دارن. و این صبرشان به خاطر چیه؟ به خاطر رسیدن به
رضاییت پروردگار عالم، به دست آوردن رضاییت الله سبحانه و تعالی. انسانهای عاقل، انسانهای هوشیار، انسانهای فرزانه، صاحبان خرد، اگر سختی در دنیا به سرشان میآیه، اگر گرسنگی میآیه، اگر ترس میآیه، اگر مالش بالآخره تلف میشه، اگر اولادش از او گرفته میشه، تمام سختی هایی که بر سرش میآیه، ای چه کاره؟ ای صبر پیشه خود ساخته. مسئله صبر عزیزان من کار ساده ای نیست. صبر در تمام قرآن پاداشی که بی حساب گفته شده برای صابرین هست. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی که صبر میکنه پاداشی و بی حسابه، بی پایانه. فقط ذات اقدس الهی میفهمه و میدانه که چقدر این اجر و پاداش و اینها داره. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. خب این صبر به خاطر چی هست؟ این صبر نه این که بعض انسان ها میگه صبر دست جبر، نه. سختی بر سر تو میآیه، مشکلات بر سر تو میآیه، تمام بالآخره صبر داشته باش. این صبر هم به خاطر ابتغاء وجه ربهم، به خاطر طلب رضاییت پروردگار عالم باشه. چرا صبر میکنی؟ بگو به خاطر الله صبر میکنم. چرا بالآخره اینقدر صبور هستی؟ صبر از خانواده گرفته و بالآخره صبر زن در مقابل شوهر، صبر شوهر در مقابل زن، صبر بالآخره به همین قسم در طاعات و در عبادات و در بالآخره مصائب و مشکلات و در معصیت و همه اینها صبر شامل میشه. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة. از جمله عاقلان و فرزانگان کسانی هستند که نماز برپا می‌دارند، نماز می‌خوانند، اونهایی که اقامه نماز دارند و در نماز خود خضوع و خشوع دارند. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. اونهایی که از او چیزی که ما برایشان روزی دادیم انفاق میکنند، در حال سری و در حال علنی. کسانی که در راه الله انفاق میکنن، چی سری باشه، چی پنهانی باشه و چی علنی باشه، اینها عاقلانن، چون میدانن و میفهمن که این چیزی که در راه الله انفاق کردن ای در بانگ الله گذاشته هست. بانگای دنیا که مشکل داره، مشکل میخوره. امروزه ما و شما میبینیم که خیلی از تاجران ما سرمایه هایشان به بانگ دنیا گذاشته، اما دسترسی به پول خود ندارن، دسترسی بالآخره به سرمایه خود ندارن. به بانگ الله سرمایه گذاری کن که 1 روپیه تو الله 700 روپیه بگردانه. والله یضاعف لمن یشاء. و در روز قیامت پایین ترین صدقه تو را که از روی اخلاص باشه، از روی للهیت باشه، الله سبحانه و تعالی بزرگترین پاداش در آخرت برای تو میده. این عزیزان و بزرگواران، اینها عاقلان، اینها هوشیاران، اینها زیرکان هستند که با خدای خیش معامله دارن. و می فرمایه و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. صفت دیگری که دارن و یدرؤون بالحسنه و یدرؤون بالحسنه السیئه، بالحسنه السیئه. بعد از هر گناهی، حالا بدیر با چی دفع میشه کرد؟ یک انسان گناه کرده، معصیت کرده، بدی کرده، الله میفرمایه که اینها فوراً بدیر با نیکی دفع میکنن. انسانهای عاقل همین مرتکب گناه که میشن، جا در جا دستان خود را بلند میکنن، یا الله نفهمیدیم، یا الله ندانستیم، یا الله اشتباه کردیم. انسانی که ظلم میکنه جا در جا متوجه میشه، انسانی که نافرمانی کرده جا در جا متوجه میشه، انسانی که بالآخره به بیراه رفته. هر کدام ما بالآخره شاید در شبانه روز از پیش ما اشتباه و خطا و گناه سر بزنه، اما انسانهای عاقل و هوشیار و فهمیده و زیرک و صاحبان خرد اینن که دروازه الله را در میزنن. 1 بار بالآخره نه، 10 بار، 100 بار دروازه الله را در میزنن. و دروازه الله هم دروازه‌ای که میگه در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. 1 صبح، 1 شب، 1 نیمه روز، هر وعده بیا بالآخره بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن.
دروازه الله دروازه‌ای که کافره که 100 سال کفر کرده الله او رو میبخشه. تو مسلمانی که عمر خود را کلمه گفتی، عمر خود را به یاد الله بودی، به ذکر الله بودی، حالا اشتباه سرزده چه کار میکنن انسانهای عاقل، انسانهای فرزانه، انسانهای هوشیار؟ و یدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. اینها کسانی هستند که عاقبت زیبایی دارن، عاقبت خوبی دارن. جایگاهشان کجا هست؟ الله میفرمایه جنات عدن یدخلونها، اینها در او بهشتی که برای همیشگی هست، جنتی که یک روز دو روز نیست. جایگاه انسانهای عاقلن، اونهایی که به فکر آینده خود هستند. در ابتدای صحبت اشاره کردیم که کسانی که دنیا را آینده فکر میکنن اشتباه فهمیدن. دنیا آینده نداره، دنیا رونده هست، میگذره. 10 سال قبل امروز آماد، 10 سال بعدم میآیه. 100 سال قبل ما نبودیم و 100 سال بعدم الله اعلم که هستیم یا نیستیم. کسانی در اینجا بودن و بعداً کسانی به نسل دیگری می آیند. پس ما به فکر آینده باشیم. آینده کجاست؟ اینجا که جنات عدن یدخلونها، اونهایی که داخل بهشت میشن. ولی شرط دخول بهشت چیه؟ و من صلح، کسی که خود را اصلاح کنه. بهشت جای کسانی که خود را اصلاح میکنن که الله همه ما را از زمره مصلحین داشته باشه. الله همه ما را از زمره اهل بهشت بگردانه. و من صلح، خوشا به حال من و شما که این دعا را داشته باشیم که الله من و شما و ذریه ما در راه دین ثابت قدم داشته باشه. این نعمت برای اهل دین، برای اهل اسلام، برای کسانی که نسلا در نسل مسلمانن و از دنیا با اسلام میرن. الله میفرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینها داخل بهشت که میشن، داخل بهشت خانوادگی داخل میشن. او کسی که پدرش مسلمان از دنیا رفته، خودش مسلمان از دنیا رفته، ذریه‌اش مسلمان از دنیا رفته، در بهشت همه خانوادگی گرد هم جمع میشن. پدران جمع میشن و بالآخر ازواج، یعنی زنان، زن و شوهر و ذریه و اولادها در بهشت وقتی که نشسته هستن. اینجا ملائکه و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه داخل میشن از هر طرف، اطراف اینها را میگیرن. چی میگن؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام بر شما، سلام بر شما، بر کسانی که شما در اینجا خوش آمدید، خوش آمدید میگویند. این روز آمدنی هست، ولی از الله بخواهیم بار الها پروردگارا، اللهم انا نسألك رضاك والجنه، پروردگارا از تو می طلبیم رضایت تو را و بهشت را می طلبیم. این دعای همیشگی ما باشه و از الله سبحانه و تعالی بهشت در بخواهیم، جنت الفردوس را طلب بکنیم. بار الها پروردگارا همه ما را از زمره و از جمله اهل بهشت بگردان. به اینه که سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. در ادامه آیه که آیه 25 سوره رعد گفتیم که از آیه 19 تا آیه 26 الله سبحانه تعالی در ادامه کسانی که برعکس کار میکنن و میفرمایه والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. اینهایی که عاقل نیستن، اینهایی که از زمره فرزانگان نشدن، اینهایی که از جمله خردمندان نیستن، به این صفاتن. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقهم، عهد شکستن. کفار عهد شکنی کردن، مشرکین عهد شکنی کردن، فساق و فجار عهد شکنی کردن. به اینه که الله میفرمایه اینهایی که عهد شکستن، اینهایی که
و یقطعون ما امر الله، اینهایی که سله ارحام را قطع کردن، او چیزی که الله امر کرده او را قطع کردن. ان یوصل و یفسدون فی الارض، در روی زمین شروع کردن به فساد و به تباهی و به گناه و به معصیت و به اینها. الله می فرماید اولئک لهم اللعنه، اینها کسانیان که الله اینها را لعنت کرده، اینها ملعون هستند، اینها از درگاه الله رانده شده هستند، اینها کسانیان که رحمت الله شامل حالشان نمیشه. و بعد می فرماید و لهم سوء الدار، اینها بد خانه دارن، خانه آخرت برای اینها بد خانیه، جهنم بد جاییه. الله سبحانه و تعالی او را بد گفته و می فرماید و لهم سوء الدار. سوء الدار به این عزیزان و بزرگواران، اینها صفات عاقلان بود، صفات فرزانگان بود، صفات کسانی بود که الله سبحانه و تعالی برایشان میگه که شما بهترین عاقبت را داریم، شما بهترین جار داریم. جایگاه شما کجا هست؟ جایگاهی که جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائکة یدخلون علیهم من کل باب. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از زمره اهل بهشت بگردان. از شما عزیزان عاجزانه، خاشعانه و خاضعانه یک چیز طلب دارم، از شما این را می طلبم که شما عزیزان وقتی که هر انسان مؤمنی و مسلمانی وقتی وارد بهشت میشه، دوستان و رفیقان خود را پیدا میکنه در بهشت، طلب میکنه در بهشت. شما عزیزان وقتی داخل بهشت شدید، اگر بنده حقیر و فقیر را ندیدید، از شما می طلبم که بگویید بار الها همان بنده ضعیف تو که در دنیا 4 کلمه بیان کرد، از تو می طلبیم که این را در بهشت بیان. عزیزان و بزرگواران، این حرفیه که نه شوخی هست، حرفیه که نه رهبر بکاره، نه بالآخره در اونجا شیخ الحدیث لازمه، نه خطیبه، نه واعظ، نه مسکین. ما آخرت خود ما نمیدانیم که چگونه می آیه و ما از دنیا چگونه می رویم. رسول الله سر به سجده می گذاشتن، می گفتن اللهم انی اسألک حسن الخاتمه. ما نمیدانیم که از دنیا چگونه می رویم، ما از دنیا نمیدانیم آیا این ایمان ما العیاذ بالله غارت شیطان خواهد شد. لحظه ای که از دنیا می رویم آیا چگونه خواهد رفتیم؟ به اینه که اگر در بهشت ندیدیم، سوال کنید که همان بنده ضعیفی که بر روی منبر نشسته بود و بر ما پیام تر و کلام تر میرسان، اگر خدای نخواسته من اهل نار بودم و جهنم بودم، به سبب دعای شما، به سبب التجای شما، الله سبحانه و تعالی ما را هم وارد بهشت بگردانه. به اینه که همه ما در بهشت سراغ هم دیگر خود را بگیریم. اگر من در بهشت بودم، دستان خود را بلند می کنم، میگم بار الها هر کسی که یک مرتبه در این مسجد حضور پیدا کرده، او را در بهشت وارد بگردان. این عهدیه و پیمانیه که بین من و شما و ذات اقدس الهی هست. بار الها پروردگارا تو از ما راضی باش. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است، بیچاره و مسکین و فقیریم. پروردگارا تو از ما راضی باش. پروردگارا تو از ما راضی باش. پروردگارا ریا از وجود ما، از زندگی ما، از اعمال ما دور بگردان. پروردگارا تو میدانی، تو علیم بذات صدوری و از قلب ها آگاهی. پروردگارا جز رضای تو دیگه هیچ چیزی نخواست. پروردگارا جز رضایت و جز دیدارت هیچ چیزی طلب نکرد. ای بار الها تو از همه ما راضی باش. پروردگارا شبهای مبارک و روزهای مبارک است. پروردگارا شعبان پیش رو هست، رمضان پیش رو هست. پروردگارا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. پروردگارا این خانه خانه تو هست، ما بندگان تو هستیم.
ضعیف، بیچاره، مسکین، فقیر در در تو آمدیم. پروردگارا از در ملک الملوک هیچ کس ناامید نمید. از در ذاتی که تو غنی هستی و کریم هستی و غفور و مهربان هستی. پروردگارا این جمعیت از این خانه ناامید بیرون نگردان. پروردگارا هر کدام ما درد داریم، پروردگارا هر کدام ما حاجاتی که داریم، پروردگارا حاجات این جمعیت تو برآورده خیر بگردان. پروردگارا بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما، جوانان و نوجوانان ما را حفظ بفرما. پروردگارا خواهران و مادران و همسران ما را حفظ بفرما. پروردگارا رفتگان ما را بیامرز. پروردگارا قبورشان را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا قبورشان را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا تو از همه ما راضی باش. پروردگارا کسانی که در این جمع خواسته دارن که با هیچ کس گفته نمیتوانن، تو خبیری، تو سمیعی، تو بصیری. پروردگارا تو مشکلاتشان را حل بگردان و آسان بگردان. اونهایی که طلب اولاد نمودن اولاد صالح عنایت بفرما. پروردگارا مظلومینی که به چنگ ظالمین هست، پروردگارا مظلومینی که به چنگ ظالمین هست، پروردگارا تمام مظلومین را از چنگال ظالمین نجات بده. ای بار الها پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا هر خطایی که کردیم، اشتباهی که کردیم، پروردگارا تو ما را عفو کن و ما را ببخش. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. ای بار الها پروردگارا اون لحظه‌ای که این چشمان ما به سوی دیدار تو باز بشه، چی لحظه‌ای هست؟ پروردگارا اون لحظه‌ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره بشه. پروردگارا اون لحظه‌ای که چشم ما به دیدار تو باز بشه، چی لحظه‌ای است؟ پروردگارا همه ما را از دیدار خود محروم نگردان. پروردگارا به خطاهای ما نگاه نکن، به گناههای ما نگاه نکن. پروردگارا فضل خود را ببین، کرم خود را ببین. پروردگارا به ضعیفی ما یک نظر بینداز. ضعیفیم، بیچاره‌ایم، ظلوم و جهول گفتی ای بار الها. پروردگارا مشت خاکی، مشت گلی. پروردگارا توی عزتی که ولقد کرمنا بنی آدم. ای بار الها ما امت حبیب تو هستیم، ما امت حبیب تو هستیم. پروردگارا اگر این امت تو نبخشی، پروردگارا بهترین دوست تو که رسول الله هست ناراحت میشه و بزرگترین دشمن تو که شیطان خوشحال میشه. ای بار الها دوست را غمگین نگردان، پروردگارا دشمن را شاد نگردان. پروردگارا امت حبیب تو هستیم، امت او کسی هستیم که تو گفتی ولسوف یعطیک ربک فترضی. پروردگارا امت او حبیبی هستیم که تو و رفعنا لك ذکرک در شأنش گفتی. ای بار الها پروردگارا همه ما را ببخش، پروردگارا همه ما را ببخش. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا ناله و زاری و گریه بر در تو میزیبه. زیبا هست که در تو را در بزنیم، گریه کنیم، ناله کنیم، سجده کنیم. پروردگارا ما را به غیر خود، پروردگارا ما را سوق نده، غیر از در خود ما را به دیگه در ما را نبر. پروردگارا گدایی بر در تو برای ما شاهیه، پادشاهیه. پروردگارا این دستا به طرف تو بالاست. پروردگارا تو کریمی، تو رحیمی، تو جلیلی، تو ستار العیوبی. پروردگارا تو ذاتی که بند نوازی. پروردگارا تو ذاتی که هزاران کافر با یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میبخشی. پروردگارا
به لطف و کرم خود، به مرحمت خود به حال همه امت اسلامی رحم بفرما. پروردگارا به حال همه امت اسلامی رحم بفرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.